سلام دوستان، من فرزانه هستم و این یه چنل حرفه‌ای نیست. اینترومو بدم. هر از گاهی میام یه سری ویدیو و ولاگ های یهویی از اتفاقای مختلف، تجربیات مختلفی که داشتم و هر چیز بامزه‌ای که به ذهنم برسه میام حالا یه صحبتای اینجا میکنم و خلاصه همه چی اینجا پیدا میشه یواش یواش. حالا اولای چنله و زیاد از من انتظاری نداشته باشین، چون من هدفم مثلا از این چنل اینه که یه تراپی باشه، اول واسه خودم و همین دیگه. اگه با من موندین که خیلی ممنون، اگر هم رفتین هر جا هستین شاد باشین. میخواستم در مورد کتاب جدیدی که دستم گرفتم، میدونم خیلی 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 دیره و من خیلی دیر شروع کردم به خوندن این کتاب. یکی این که تعریف ها و نقد های خیلی متفاوتی از این کتاب میشنیدم و گفتم بذار ببینم این کتاب کی منو میخواد صدا بزنه. یه سریا واقعا کشت مرده و هلاکشن، یک سریام واقعا میگن اصلا نه سر داشت نه ته داشت. امیدوارم که من اولیه باشم، ولی بسیار افراد زیادتری این کتاب رو تایید کردن و خب مترجمش هم که به هر حال دستش گرفته و اینو ترجمه کرده برای من خب خیلی قابل احترام هست و بهش اطمینان دارم. از این رو دیگه گفتم بذار این رمانم من شروع کنم. رمان هستش، چون میگم من رمان زیاد اهلش نیستم و کتابای دنیای دیستوپیایی و بیوگرافی و اینجور کتابا بیشتر دوست دارم. البته خوندم، تو ویدیوی قبلی من گفتم کتاب ابله داستایوفسکی پوست از سر من کن، آناستاسیا فیلیپونا یه همچین چیزی اسم قاچاقی نوشتم. خیلی کتاب قشنگی بود، خیلی کتاب دوست داشتنی بود. مثلا اونجایی که از داخل اتاقا رد می شدن و اون ترس و اضطراب رو داشت، اتاق تاریک و نمیدونم اینجور چیزا رو داشت تعریف میکرد. حالا نمیخوام چیزی بگم اسپویل میشه کتاب. به قدری داستایوفسکی این رو قشنگ تصویر میکنه مو به تن من سیخ میشد. خیلی لذت بردم ولی بسیار طولانی بود و آره. حالا بگذاریم کتابی که الان دستم هست. جی جون. بله میدونم همتون خوندین، بله علامه ده هستین. کتاب 100 سال تنهایی جناب مارکز هست به ترجمه بهمن فرزانه و من دیروز اینو شروع کردم. 50 صفحش رو خوندم. نشون بدم تا اینجا 50 صفحش رو خوندم تا اینجا. این خوزه آرکادیو دهن اورسولا که زنش هست رو دیگه مائیده سرویس کرده به قولی دیگه، تا ارث پدرش هم گرفته سر اینکه هی تحقیق کنه و اینو بخره اونو درست کنه و چون توی اون جامعه‌ای که الان هستن، توی اون دهکده‌ای که هستن حالش خوش نیست و میگه جاهای دیگه هم هست و باید بریم اونجا رو کشف بکنیم. این کلیایی که میان و اختراعات جدیدی رو که میارن، این شیفته اینجور مسائل میشه و فعلا که خانومش اورسولا یه مدتی رفته بود و بنا به دلایلی من زیاد نمیخوام این توضیح بدم و الان حسابی با دست پر برگشته. 6 تا سور زده به آرکادیو. تا اینجاشو پسندیدم ولی اسمای خیلی طولانی دارن. حتی خود کتاب اومده و یه حالت نوت برداری کرده. این اولش ببینیم این شکلی
و خیلی خوبه. البته من خودم کاغذ میچسبونم و نوت برمی‌دارم. اینو شروع کردیم. به من از اینکه تمامش بکنم نظراتم رو میگم و تا اینجاشو دوست داشتم. بنده جایزه نوبل 1982 هم هست، جزو یکی از رمان‌های بزرگ دنیاست. میگم من جرأتشو نکرده بودم و پیش نیامده بود. و حالا از این داستانا گذشته، امروز میخواستم یه کوچولو در مورد ترس با هم صحبت بکنیم، یه گپ و گفتی بکنیم که این ترسه عامل خیلی از کارهای ما ترس هامون هستن و مثلا ترس از بیپولی که باعث میشه که تن به هر کاری که حتی ما دوستش هم نداریم بدیم و توی هر کار مزخرفی بخوایم بمونیم به خاطر اینکه اون مانیه بیاد بهمون برسه و دریغ از اینکه سالهای عمرمون، روانمون داره خسته میشه، داره پیر میشه. ببخشید اگه این مدلی صحبت میکنم، بلند صحبت میکنم چون با گوشی دارم ضبط میکنم با حداقل امکانیات و میخوام صدا خوب بیفته. یا ترس از تنهایی که این یکی از دغدغه‌های بزرگ بشر هست و به همین خاطر میبینید تن به هر رابطه سمی ما میدیم و یا تو جایی که هستیم همون جا در جا میزنیم برای اینکه تنها نباشیم. حالا اون حامیای سمی که داریم بخوان ما رو اوکی بکنن که حداقل ها و روزمرگی هامون رو داشته باشیم. مثلا ترس از پیر شدن. این مورد رو من خودم نمیفهمم. ببینید پیر شدن هم خب یه روند دیگه، جزو برنامه‌های زندگی ما، توی زندگی ما هست. حالا این دولت‌ها و مافیای پزشکی، مافیای دارویی، مافیای فشن، اینجور چیزا که اومدن و مخصوصا خانوم‌ها رو توی یک دور باطلی انداختن از اینکه وای تو پیر بشی زشت میشی فلان میشی. هیچ کس پیر رو دوست نداره. من فقط از این جهت که به هر حال انسان تحلیل میره و محدودتر میشه و خیلی کارهایی که میتونه بکنه رو نمیتونه بکنه و این نه اینکه حالا قیافش اینجوری میشه اونجوری میشه. حالا که به قیافه کسی اهمیت میده، زندگیتونو بکنی. و ترس از مرگ، این یه دونه رو که اصلا نمیفهمم که ببینید تمام اینا بخش های از زندگی ما هستن و همین مرگم شما فکر کنید اگه مرگ نبود چی میشد؟ چقدر بد میشد؟ از نظر من مرگ رفتن به بعد بعدی و بعد بهتر هست و فکر نمی کنم جایی که قرار روح بره، حالا روح منظور نه اون چیزی که این روحی که میگن چون به همینجا که تموم نمیشه که اگر تموم شد که خب زندگیمونو کردیم حالشو بردیم، اگر هم تموم نشد از اینجا بدتر نخواهد بود. من این رو حس میکنم با قلبم و درونم که خیلی بهتر از اینجا خواهد بود، بسیار بهتر خواهد بود. اینا البته یه سری ترس‌های اگزیستانسیالیستی هستن، یعنی که مثلا روزمرگی و زیستی هم دیگه اینا ترس‌های زیستی هستن، ترس‌های مادی هستن، ترس‌هایی هستن که بالاخره توی زندگی برای هر بشری ممکنه پیش بیاد و آدم باید چه کار بکنه که از این
داستان بتونه بیرون بیاد. چه آلترناتیوهایی داره، یعنی مثلا چه گزینه‌های دیگه‌ای داره، چه جایگزین‌های دیگه‌ای میتونه برای این مسئله برای خودش بذاره. بفهمید که تمام اینها، میخوام اینو بگم، تمام اینها برمیگرده و انسان رو به اون رنجه باز میرسونه دیگه. باز ببینیم این رنجه، وقتی من میگم که، نه اینکه من بگم، این رنج اصلا گره خورده با بشر، گره خورده با زندگی های ما، جایی نمیتونیم از دستش فرار کنیم. باید بپذیریمش، به قولی قورتش بدیم و بذاریم با همون زندگی کنه دیگه. فقط در این حالت هاست وقتی که میپذیریمش بخش عمده ای از این رنج کم میشه و کم کم میفهمیم چطوری باهاش دیل بکنیم. و ببینید به نظر من بشر دیگه باید سعی کنه که جرأت این رو پیدا بکنه که خودش باشه و هی نیاد درد به دردهای خودش اضافه بکنه و یکم اون زندگی که خودش دوست داره رو برای خودش درست بکنه، برای خودش بسازه. البته ما متمدن داریم زندگی میکنیم، بشر هستیم که اجتماعی داریم زندگی میکنیم، توی جوامع داریم زندگی میکنیم، یه کامیونیتی داریم خب، و متاسفانه و مجبوریم که خب یه سری قوانین زندگی رو باهاش پیش بریم دیگه، دست ما نیست. ولی اون لالوها بیایم حداقل 10% زندگی رو که خودمون دوست داریم حتما برای خودمون به وجود بیاریم، هر طور شده. چون به هر جهت ما به این، حالا تو این بود هستیم، در این کائنات هستیم، در این گیتی هستیم برای تجربه کردن و برای زندگی کردن و انقدر یک مسئله برای ما تکرار میشه تا ما درسش رو یاد بگیریم، تا اینکه اون ترس دیگه در ما اشباع بشه، تموم بشه، بر پی کارش. پس هر چه زودتر خودمون رو باهاش کانکت بکنیم زودتر میریم مرحله بعد و میبینیم که خب روزگار باز واسمون چی به ارمغان میخواد بیاره، چی جلوی پامون میخواد بذاره. خود من هم ترس‌های خیلی زیادی داشتم و دارم، ولی اجازه نمیدم دیگه، چون رو خودم کار کردم و از اون تجربه مدیتیشن هم به جلو. نمیدونم ویدیوشو براتون گذاشتم یا نه، اگر نذاشته باشم حالا درست میکنم و میذارمش. از اون روشنایی که بعد از اون مدیتیشن داشتم و رو خودم کار کردم دیگه، یاد گرفتم که با ترس ها دوست باشم، باهاشون بتونم زندگی کنم و ادامه بدم، نذارم توی زندگی مثل گذشته ها و جوان تر بودن ها واقعا زندگیم رو ساقط بخواد بکنه. واقعا من بیچاره کرده بودم خودم و یکی از این ترس ها مثلا اگه پدر مادرم رو از دست بدم، اگه پدر مادرم که عزیزای زندگی من هستن دیگه اگه نباشن، این بزرگترین و دردآورترین ترسی هست که من میتونم به جرئت بگم از همون دوران بچگیم با من اومده بالا، بزرگ شده با من اومده و هنوز من نتونستم باش دیل بکنم، کنار بیام، بپذیرمش. ترسیه که شبانه رو، یعنی هر روز من شده یک بار به این داستان فکر میکنم که یه بند دلم پاره میشه که اگه پدرم نباشه و فوت کنه، اگه مادرم فوت کنه، اگه اینا دیگه نباشه،
وابستگی آنچنانی، اما نمیگم مثلا وابستگی شدید بهشون دارم، نه، این شاید خیلی من دوستشون دارم، خیلی، همه پدر مادرشون دوست دارم و همه به پدر مادرشون یه وابستگی دارن، ولی من نمیخوام با این قضیه کنار بیام که یک روزی این دوتا عزیزم توی زندگی من نباشه. یکی از ترس بزرگم. ترس دیگه ای که دارم مربوط به پسرم هست، آیندهش که این جامعه چی میخواد بشه با این داستان ها. ولی خب این رو من اعتقاد دارم که هر کسی در این جهان وقتی به این کائنات و به این گیتی وارد میشه دلیلی داشته که اومده. من خودم چون مخالف بچه دار شدن و این داستان ها بودم، ولی خب با عشق ازدواج کردم و بچم هم ثمره عشق هست، یعنی اصلا به زور نبوده ولی زود بود بچه دار شدنمون. من خودم عاشق بچه هستم، عاشق بچه بودم. دقیقاً هم میدونستم که حتی چه اسمی میخوام برای بچه‌م بذارم و تنها دلهوری و دلشوری که دارم اینه که با شرایطی که الان جامعه داره، ولی باز خیلی این کمتر از مورد اولیه، چون اعتقادم بر این هست که هر کسی زندگیش رو خواهد کرد و هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. بهترین و قوی‌ترین پدر مادرم داشته باشی، هر کسی سرنوشت خودش رو زندگی خواهد کرد. بخش عمده از این زندگی دست ما نیست، ما هیچ کاری، یا شاید 90% دست ما نباشه، 10% دست ما باشه. حالت کلیش اتفاق خواهد افتاد و این یه آرامشی به من میده و تونستم که خودم رو به آرامش برسونم و واقعا هم همینطور هست، داره برام پیش میاد و میبینم و این رو میدونم هر کسی از خرد و هوش کیهانی خودش برخورداره، هر کسی در این گیتی رسالتی داره، هر کسی برای خودش دنیایی هست و من همین که بتونم تجربیات درستی رو خودم انجام بدم، پیدا بکنم و همین رو با فرزندم شیر بکنم و رهاش بکنم. من هیچ وقت پسرم رو نگه نداشتم اینجوری، همیشه آزاد گذاشتمش و خواستم که خودش تجربه بکنه و تا ته اون مسئله بره. قفلی که خدا رو شکر خیلی هم خوب قفل میزنه روی چیزایی و خودش دیگه براش اون دیگه اشباع بشه، چون ما آدم هایی هستیم وقتی بهمون سخت میگیرن لج میکنیم، میریم بدتر انجام میدیم، هممون همینطور هستیم. و من پدر و مادرش هستیم، من مادرش هستم، یه سری وظایف من وظایف خودم رو انجام بدم دیگه، فضولی تو روند زندگی این بچه نداشته باشم. البته با این دنیای سوشال میدیا و اینترنت و این حجم از اطلاعاتی که الان دارن به بشر میدن، دنیای قشنگینو، انقدر بشر امروز و بچه‌های امروز خردمندن، ما تازه بعد ازشون یه چیزا یاد بگیریم. خلاصه ترس یه عاملی هستش که به نظر من اکتسابیه، ما با ترسی به این دنیا نمیاییم. اتفاقاتی که برای ما توی روزمرگی و زندگی در حین زندگی کردنمون به وجود میارن برامون و تحمیل میشه خیلی چیزهایی که اصلا ما یه بشر، من نوعی بشر نیازی نیست. مثلا چی بگم، حالا چی رو مثال بزنم، انقدر چیزهای بیخود توی زندگی هامون هست که
حالا مثلا کاشت ناخن چه لزومی داره، یا نمیدونم از این قبیل چیزا که من اگر کاشت ناخن نداشته باشم یه چیزی کم دارم. به فرض با تمام احترامی که برای این صنف زحمتکش ریه، گردن، کمر و هنرشون رو دارن میذارن، به هر حال جابشون هسته، کارشونه، درآمدشونه، یا مثلا خیلی چیزای دیگه که واقعا بی‌معنیه و واقعا تحمیله به ما، به بشر، که هیچ لزومی نداره واقعا. به نظر من یعنی باید دلم میخواد که برم یه آروی بخرم، یه ون بخرم و برم توی فارم وسط ناکجا آباد. یه روز این کار رو خواهم کرد، حالا خواهید دید چقدر اونجا واسهتون ویدیو بگیرم و عکس و فیلم بذارم. کشاورزی تو بکنی، خودت بکاری، خودت بخوری. الان میگن او ناخونات نشکنه، تو رو چه به کشاورزی نخوی ندارم، ولی نه، 100% قطعاً سخت خواهد بود. خب زندگی شهری خوبیایی داره، یه بدیایی داره. همیشه شاید آسایش داشته باشه که الان اصلا آسایش هم نداره، ولی آرامشی توش نیست. در صورتی آسایش هم الان دیگه الحمدلله توش پیدا نمیشه. چرا مثلا نمونهش شما توی آپارتمان 15 طبقه داری زندگی میکنی، وقتی آب نمیرسه به آپارتمانت، این چه آسایشیه؟ خسته کوفته میری خونه، میخوای بری یه دست و روتو بشوری، یه دوشی بگیری، آب نیست. یا این ترافیک مزخرفی که حالا ما توی یکی از کلان شهرهای دنیا داریم زندگی میکنیم، یکی از پایتخت‌های کلان شهرهای دنیا، تهران. خود من 2 ساعت توی راه میرم، 2 ساعت توی راه برمیگردم. یعنی چی روزی 4 ساعت بعد عمر عزیز من تلف بشه که من برسم سر کار و خیلی دیگه که مدت بیشتری توی راه میمونم. آره این چیزها رو به ما تحمیل کردن، بذاری بری قشنگ وسط یه ناکجا آبادی بر خود زندگی کنی و که خیلی هم توی یوتیوب هست، حتما دیدین آدمایی که دیگه شروع کردن اصلا، یعنی بشر شکر کائنات به این مطلب دیگه رسیده که این زندگی نیستش که در خور ما بوده باشه و اینها تماما تحمیل هایی است که به ما شده و خیلی دست مریضا بهشون، لایک بهشون، کیف میکنم وقتی میبینم دست زن و بچهشون هم گرفتن، اصلا نمیخوان بچهشون چه تو سیستم آموزشی اون کشور، چه تو سیستم تغذیه اون کشور، تو هیچی. نمیگم تاریک دنیا شدن، نه، تا یه حد محدودی استفاده میکنن که بتونن اون آسایش اولیه رو داشته باشن. مثلا باتری خوش استفاده ازش چه مشکلی داره؟ تازه خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، بهتر از این که بیای نفت بسوزونی، گاز بسوزونی، اون چه میدونم صدای مزخرفی رو بزنی، چقدر گل و گیاه خراب بکنی. و دارن اونجوری زندگی میکنن، ارگانیک میکارن، ارگانیک میخورن، بچه هاشون هم به صورت وحشی، یعنی نه وحشیه مثلا شیطون، طبیعی، نچرال بزرگ میکنن، نه استرسی دارن، نه چیزی، سر وقت میخوابن، سر وقت بیدار میشن، کیفشون رو میکنن، زندگیشون رو میکنن. هر وقت هم که ادامه مثلا کارشون رو دنبال میکنن میبینن که او یه اتفاق بهتری برای خودشون، یه کار دیگه‌ای انجام دادن و بسیار زیاد شد تو جوامع اروپایی و امریکایی، خیلی باب شده، خیلی خوب شده. به قدری منابع در دنیا هست که هر کسی میتونه یک کامیونیتی خودش رو داشته باشه
یه چند نفر جمع بشن با هم، حالا اگه میخوای تنها هم نباشی، مثل زمانهای خیلی 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 گذشتمون، دوره نیاندرتال ها و جدای قدیممون. والا تو قار میخوابیدن رو سنگ و کلوخ میگرفتن میخوابیدن، چیزشون هم نبود، میوهشون رو میکندن میخوردن، شکارشون رو میکردن، نه به طبیعت آسیب اضافه‌ای میزدن. حالا ما نمیگیم که اتفاقا من خودم دنیای رو به جلو رو بیشتر دوست دارم و این رو من فکر میکنم که چطور میشه که میتونم هضمش کنم. اینکه دنیای خیلی خیلی سالهای دیگه بشر روی کره زمین بسیار کم شده تعدادش، منابع بسیار فراوان شده، تکنولوژی بسیار فوق‌العاده و پیشرفته شده و یعنی یه جوری که به خیلی پیشرفته شده. الان واسه فضانوردا دیگه کم کم میخوان غذا پرینت کنن بفرستن واسه شون. خب یعنی تا این حد. اگه الان من و شما تصویر صدامون این شکلی داره میره، اصلا دور از ذهن نیست و خیلی خوب هر کسی زندگی خودش رو انتخاب میتونه بکنه توی اون دوره زمونه و زندگیشو کنه. این طور نخواهد بود و خیلی ها که میترسونن و آی چه میدونم سال 5000 و فلان چه خواهد شد، خیلی خوب خواهد شد اتفاقا. دیگه جوامع و رهبر و تمامیت ارضی و این به اون هسته‌ای بزنه و اون جگر اینو در بیاره نیست. انسان هم همه با هم رفیقن. چرا؟ چون هوش و بصیرتشون دیگه واقعا به اون آگاهی رسیدن و قدر سیاره‌شون رو میدونن و حالا به سیارهای دیگه هم 100% راه پیدا کردن و همینطور که من اعتقاد دارم ما تنها نیستیم در این گیتی و 100% چیزای دیگه هم پیدا کردیم و امیدوارم که ما اونا رو پیدا بکنیم. یعنی ما هوشمندتر از اونا باشیم که نخوان اونا به ما مثلا متخاصم نباشن، اونا بخوان بیان ما رو پیدا بکنن که از ما اوکی تر باشن، بخوان بیان ما رو از همون سو استفاده کنن و منابعمون رو استفاده بکنن و فعلا که تو شعاع چندین هزار سال نوریمون کره‌ای که توش آب باشه که نیست که. من خیلی خوشحالم که به این بصیرت رسیدم که همیشه نیمه پر لیوان رو دیگه ببینم و سخت نگیرم و بذارم زندگی جاری باشه و روون باشه، اتفاق خوب رو خب کیفش رو ببرم، اتفاقای دور از جون ناخوشایندم پیش بیاد دیگه، ما بشریم پیش میاد دیگه، چیکارش کنیم. چون سالهای خیلی قبل‌تر من انقدر دیگه فوکوس میکردم روش و خودم رو دیگه میکشتم و فکر نه شب نخوابیدن تا صبح و چرا اینجوری شد، چرا بابا ول کن، بذار بیاد وارد زندگیت بشه، اگر راهی داشت دنبال راهش باش، پیداش کن، حل و فصلش کن، اگر نداشت که خب دیگه چون از دست تو خارجه پیش آمده دیگه، پس باید توی زندگی پیش می آمده، خودتو نکش. و مدیتیشن بر یوگا. خواهش میکنم ازتون مدیتیشن جدی بگیرین و بنویسین دوستان. حالا جورنال کاری ندارم، اون که انجام بدین، مدیتیشن رو حتما انجام بدین و بنویسین. وقتی می نویسین این ناخودآگاهتون چندین برابر روش فوکوس میکنه و خیلی زودتر وارد زندگیتون میشه این داستان. حالا ببینید چطور باید بنویسیم. اینم خیلی سال طول کشید که من فهمیدم، نمیگن، اون رازش رو نمیگن.
دیگه توی اینترنت هم پخش شد دیگه این CD های راز و کتاب راز و اینا، که اون نکته مثلا میخوام اصلی و مهمشو نگفتن. معلومه که نمیگن، برای چی بگن؟ اون چیزی که من تجربه کردم و فهمیدم از اینجا بماند برای شما به یادگار و خودم نتیجهش رو دیدم، اینه که وقتی می نویسین باید چند تا چیز رو در نظر بگیرید. اما اینکه از قانون 369 استفاده بکنین، یعنی 3 تا هدفتون رو، آرزوتون رو 6 مرتبه در 9 روز بنویسین، یا 9 تا آرزوتون رو 6 مرتبه تو 3 روز بنویسین. ولی 369 بهترین ترکیبیه که من پیدا کردم. و چطوری بنویسین؟ چیزی رو که آرزو میکنین و هدفتون هست، 1 باید حداقل 30-40% با عقلتون جور در بیاد. این خیلی مهمه. 2 نزدیکترین چیزی باشه که شما میخواین. یعنی مثلا اینجوری نگید من میخوام برم فضا، من تا مثلا 1 ماه دیگه میرم فضا. نه، این کار نمیکنه اینجوری. این اصلا اینطوری کار نمیکنه، قانونش این شکلی نیست. و اینکه شما الان کرایه خونت مونده، میگی من میخوام مثلا برم توی یه ویلای فلان داشته باشم توی مثلا آمریکا، ماه بعد، یعنی 30 روز بعد اجاره خونه بدی. خب این اینجوری کار نمیکنه قربونه. و اینکه باید تو مسیر و چیزی هم که می‌نویسی تو مسیری باشه که ببینی آیا توی اون مسیر داره تو رو میبره به اون هدفت. یعنی 369 اون 3 تا آرزوت، این 3 تا به همدیگه مربوط باشن، تقریبا همدیگه رو پوش بکنن. مثلا یه کار عمل زیبایی میخوای انجام بدی، برای خودت بگی که من یه پزشک خوبی برام پیدا میشه که منو بهترین عمل رو انجام میدم، نقاط خوبی هم خواهم داشت و شرایطی پیش میاد، حالا یا از طریق بیمه یا از طریق یه پزشکی که مثلا آف گذاشته اینا، با بهترین نوع، مثلا این پول نداریم، بهترین نوع قیمت و مالی که در توان من باشه، من این عمل انجام میدم. خب این 3 تا الان با هم دیگه خیلی اوکی شد و خیلی زود. اگه مثلا تو ذهنت این بوده 6 ماه دیگه این کار انجام بدی، بگی خیلی زوده تو اینجوری پله 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 اینجوری برید جلو و میبینید که الان 9 روز نشده جواب میگیرید. امیدوارم صدا خوب افتاده باشه و بتونم ویدیو رو واسهتون بذارم، البته واسه خودم بذارم. اگر دوست داشتین، دلتون خواست، به دردتون خورد، حتی یک جمله من اگه به درد کسی بخوره، خب good for me. و من هدفم این نیستش کسی رو نصیحت کنم، نه، تجربیاتم و این که میام اینجا میشینم یه حرفایی میزنم بگوز خودم. اگر واقعا تا اینجای ویدیو من رو همراهی کردین، با من بودین، واقعا لایک بهتون. این اینترنت و وی پی ان های گرونی که بالاخره زحمت میکشین، میخرید، تهیه میکنید، اومدین نشستید دارین ویدیو رو میبینید، واقعا ازتون ممنونم. و اگر سلام میدونید شیر بکنید و اگر هم که نموندین که خب شاد باشین دیگه، برام بنویسین، خوشحال میشم. با هم دوست باشیم، دوستای خوب و عزیزی پیدا بکنم و کم 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 سعی میکنم که کیفیت ویدیوهام رو بالاتر ببرم. یعنی این تصمیمیه که و این گولی هست، هدفی هست که من با خودم گذاشتم. میخوام حالا بذارین پیش آمده این رو هم تعریف بکنم. من
یه چند وقتی بود که یه بریکاپی برداشته بودم و یه ذره دور و برم رو خلوت کرده بودم خودخواسته و دیدم آدمایی که فرکانساشون با من اوکی نیستن بهتره که رها بشن و برن دیگه و میرن خودشون. بعد بیشتر گفتم آقا جان یه ذره ببند، یه ذره آروم باش، یه ذره بشین. نظاره گر شده بودم بیشتر. نگاه میکردم میآموختم، البته اگه چیز آموختنی بشه تو این دور زمونه از یه سری آدم داشت گوش میکردم به هر حال. بعد دیدم نه دیگه داره تبدیل به عادت میشه و این یه خورده دیگه هر چیزی کم و زیاد کردن بی‌رویه‌اش خوب نیست و با خودم اومدم چون من کلامو یعنی توپق میزنم، من گفتار روونی ندارم، امیدوارم که درست بشه. با خودم اومدم یه دوره ای رو گفتم یه چند روزی رو بذار مثلا 40 روز بیام هی پادکست بگیرم، یعنی توی ماشین که دارم میرم منزل و یا میام، چون تایم زیادی هم هست، فکر کنم که یکی توی ماشین پیش من نشسته باش حرف بزنم. کلا میوت شده بودم دیگه و تو سرم با خودم حرف زدم، زیادم حرف میزنم و دیدم نه خوب نی، باید ذره بریزی بیرون. شروع کردم پادکست گرفتن. میخوام بهتون بگم پادکست اول دومم که گوش میدم خودم بعضی وقتا خندم میگیره. کلا 5-6 دقیقه است و 2-3 دقیقهش که سکوته تو افقه، یعنی همش هی با کلهه دارم صحبت میکنم و همجوری هی رفتم جلو خودم رو مجبور کردم که هر روز این کار رو انجام بدم. میخوام بگم به پادکست 9-10 نرسیده من یوتیوب رو شروع کردم. اینم خیلی تمرین خوبیه و من نتیجهش رو دیدم. خواهش میکنم ازتون اگه مشکل تنهایی دارین، مشکل عدم اعتماد به نفس دارین، مشکل این دارید که تو سرتون با خود زیاد صحبت میکنید، فکر کنی حالا یه جای کار میلنگه، پادکست بگیرید. یعنی همینجوری من واقعا نمیدونستم چی بگم، شاید بذارم یکی دو تا پادکست های اولمو و پادکست های بعدم دیگه ادامه پیدا نکرد به 40 روزو. نطقم باز شد، موتورم روشن شد و دیگه اومدم نشستم اینجا رو ببین تو رو خدا دارم تو یوتیوب بر خودم نشستم شعر رو میگم. ولی این رو واقعا فهمیدم هر چیزی ما انسان ها اگر میخوایم هر چیزی رو به بهترین وجه و اوکی ترین حالتش انجام بدیم، با تکرار و تمرین این کار رو میتونیم انجام بدیم. تکرار و تمرین هر چیزی رو خوب و عالی میکنه. این رو من واقعا دیگه لمسش کردم. بازم ممنون از خودم و از شما که تا اینجا با من بودین. دیگه بیش از وقتتون نمیگیرم. به کائنات میسپارمتون. چاو.